سلام به بچه‌های یوتیوب. چطورید بچه‌ها؟ من رسول رفیعی هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتونم. برنامه امروز ما میخوایم بریم موتوربو واسه عکاسی از ماشین. تو این ترافیک. چرا ترافیک؟ به خاطر اینکه تعطیلات خرداد ماه خیلی شلوغه، خیلی مسافر اومده، افتضاحه. حالا ما شما رو در جریان این رود تریپ کوتاهمون قرار میدیم، با هم دیگه میریم عکاسی میکنیم، با هم دیگه حالا تو این مسیر با همیم همه چی و امیدوارم که شما هم لذت ببرید از این ویدیو. بچه‌ها خیلی خیلی خوشحال میشم و خیلی بهم کمک میکنه اگه سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و ویدیو رو بفرستید واسه دوستاتون که دوستاتون هم ببینن. آیدی اینستا میاد این بالا. خیلی خوشحال میشم و یه جایگاه ویژه در قلبم پیدا میکنید اگه هم فالو کنید هم سابسکرایب. ممنونتون میشم. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم و برگردیم. بریم. Five minutes later. 2 hours later. Years later. بالاخره رسیدیم. 3 ساعت تو راه بودیم. 3 ساعت تو. بچه رسیدیم سر لوکیشن. هوا به شدت گرم، عرق جبین منه که داره میریزه. بریم از این ماشینی که شما حدس زدین عکاسی کنیم. عکسشو میذارم تو ویدیو ببینین و حتما نظرتون بکنین. عکسای ادیت شده‌اش رو می‌ذارم تو ویدیو. ببینید نظرتون رو بدین. ماشین خیلی سفید دارم تا ویدیوی بعد.